سلام دوستان گرامی، امیدوار هستم که صحتمند و سلامت باشین. امروز در مورد زمان و تبدیل واحدات صحبت میکنیم که چرا شب و روز داریم یا ساعت و دقیقه از کجا آمده و تبدیل واحدات آن چگونه انجام میشه. جواب این همه سوالات را ما با یک تجربه ساده و چند تا تبدیل ساده یاد خواهیم گرفت. در مرحله اول ما یک تجربه ساده انجام میتیم و در مرحله دوم ما تبدیل واحدات را انجام خواهیم داد. وسایل مورد نیاز است: یک مدل کره زمین، یک چراغ دستی، یک مارکر و یک پایه. دستورالعمل: در ابتدا محیط را کمی تاریکتر می سازیم. بعد از او مدل کره زمین دقیقاً رخ به رخ چراغ دستی قرار میتیم که چراغ دستی به عنوان آفتاب ثابت در نظر گرفته شده و مدل کره زمین است که باید بچرخه. بعد از ما این را روشن میکنیم و یک نقطه را ما در این قسمت بین تاریکی و روشنی نشانی میکنیم. وقتی ما این را حرکت میتیم این نقطه میای رخ به رخ آفتاب قرار میگیره، در حقیقت ظهر است. وقتی در قسمت بین تاریکی و روشنی قرار میگیره شروع شب است. وقتی پشت سر کره زمین قرار میگیره نصف شب است و وقتی دوباره میای به نقطه اولی برمیگرده صبح روزی بعد است که یک روزی مکمل گذشته. یعنی یک روز مکمل از چرخش یک دور مکمل کره زمین به وجود میاد. بر اساس تجربه ای که ما انجام دادیم زمان را انسان ها از روی حرکت طبیعی اندازه گرفتند، طوری که یک روز از چرخش زمین به دور خودش در طی 24 ساعت، یک سال از گردش زمین به دور آفتاب در مدت 365 روز و یک ماه از حرکت مهتاب به دور زمین در مدت 29 الی 30 روز به وجود آمده است. حالا ما روابط اصلی تبدیل واحدات را در یک جدول رسم کرده و بروی تخته نصب میکنیم تا شاگردان بتوانند از روی از تبدیل واحدات را انجام بدن، طوری که یک دقیقه مساوی به 60 ثانیه، یک ساعت مساوی به 60 دقیقه، یک روز مساوی به 24 ساعت، یک هفته مساوی به 7 روز، یک ماه مساوی به 30 روز و یک سال مساوی به 365 روز می باشد. برای تبدیل واحدات ما یک قانون ساده داریم. اگر بخوایم یک واحد بزرگتر را با واحد کوچکتر تبدیل کنیم ضرب میزنیم و اگر یک واحد کوچکتر را با بزرگتر تبدیل کنیم تقسیم میکنیم. پس به این اساس ما یک جدول از سوالات را تهیه میکنیم برای شاگردا بروی تخته میتیم و شاگردا را به گروپ ها نظر به تعداد صنفشان تقسیم میکنیم تا این سوالا را اینا نظر به فرمولی که برشان دادیم و نظر به جدولی که دادیم اینا او را حل کرده و آورده برای تخته توضیح بدن. نتیجه گیری: ما زمان را از حرکت زمین، چرخش زمین به دور خودش، گردش زمین به دور آفتاب و حرکت ما فهمیدیم. 2. واحدات کوچکتر زمان مثل ثانیه، دقیقه و ساعت را ساختیم تا دقیق تر زندگی کنیم. 3. تبدیل واحدات زمان را با ضرب و تقسیم ساده می توانیم از یکی به دیگری تبدیل کنیم. تشکر از توجهتان. تا دیدار بعد.